سلام علیکم بچه، خیلی خوش اومدید به تست گیم پلی اونا. دیوید سیمن بخشید تا اپیکش رو گرفتم، میخوام بریم تستش کنیم. یه حریف آنلاین ما از بریم تستش کنیم ببینیم چه جوری از این کارت اپیک جدید دیوید سیمن. منتظر حریف هستیم و بله یه دونه حریف 2 آنتنه برای ما انداخت و بریم ببینیم چند استرنج حریفمون. بله منچستر یونایتد 3174. خدا تیم حریفمون بود، ببینیم چی میشه. گیتار اینا هم که مشخص کردیم. ما خاکستری اونا قرمز و بریم برای اولین بار ترکیبمون رو ببینیم. تو اولین ویدیو بلندمون که بله نیمار، مسی، لوئیس دیاز و اینا رو داریم. بچه قابل توجه این ترکیب حریفه. بگم که من این مسی 110 رو تو 500 اول که تخفیف خورده بود گرفتم و ببینید دیوید سیمن در مورد دروازه چیکار میکنه دیگه. برای بچه حالشون خوبه. میخوام امروز یکم دفاعی تر بگیرم، شل بازی کنم ببینم چی میشه. با ترکیب 4-2-3-1 بریم سراغ بازی. 3218 استرنج ماس با اون ربی مارتینز زدیم که بریم سراغ بازی. اگر حریف بیاد که بریم سراغ بازی. بریم دیگه بچه، شما هم در از که بریم بازی لایک رو بزنید، سابسکرایب رو بزنید، از چنلمون حمایت کنید. تو اولی ویدیوی بلندمونه میخوایم ادامه بدیم، پیشرفت کنیم در کنار همدیگه و انشالله به بزرگترین چیزهایی که میخوایم برسیم. بریم سراغ بازی اگر نتمون یاری کنه، بریم که بازی رو اجراش کنیم و تست آقای دیوید سیمن گلر انگلیسی رو براتون بگیریمش. بله بازی هم آورد، چهره اسکنا رو میبینین. بریم سراغ بازی. بازی اجرا میشه، حالا ببینیم چی میشه. بله اجرا شد. خب حریفت بازی شروع کنه. منچستر یونایتد اولین پاس رو میده. استیون جرارد میبره برای لوئیس دیاز. اولین پاس، اولین حمله برای حریف. موقعیت خطرناک رو پامکان رو تعقیبش کنه چون نزنه اینا. یه مچاپ اشتباه موقع برای لوئیس دیاز. ارسالش انجام میشه یا نه؟ لوئیس دیاز همچنان با توپ پیشروی کنه. توپشو بچه‌ها زدن. رایکارد خودش جالب نبود، توپ گیری از این سمت عالی بود. نونو مندس میبره برای لوئیس دیاز. حرکت کرده لوئیس دیاز. حالا فضا رو داره. ارسال لوئیس دیاز. موقعیت هست زیر دروازه. اینستا چه توپی داره وار سرجینیو. پشمام چی داره وار سرجینیو تو درون دروازه. ما همچنان تو لاک دفاعی هستیم. موقع برای حریف داره شک میگیره. بازم پاس بد داد رایکارد اونجا. نونو مندس. لوئیس دیاز برد. یکم لگ هم هستیم ما متاسفانه خاطر ضبط ویدیو فکر کنم یا فیلتر شکنمون داره لگ میندازه. این سمت حرکت شکل نگرفت. سانتو تونالی بارداری استیون جرارد. نونو مندس توپشو زدن. ما پرتاب رو دادیم به اونا. لوئیس دیاز. حالا پرتاب برای تیم حریف. موقعیت برای حریف از کناره های. ارسال خطرناک و کورنر. لگیم با اینکه 2 آنتن داریم بازی میکنیم و این عجیب و خیلی هم بده که لگ داریم ما تو بازی. یه ارسال بلند. موقعیت برای تیم حریف. یه ضربه خطرناک. اولین سیو خوب است دیوید سیمن. به اینو میخوام از سیمن، واقعا بیشتر از اینو میخوام از دیوید سیمن. البته که این حالا اولین بازی براتون ویدیوهای خفن‌تری هم میذاریم از دیوید سیمن و کل بازیکن. یه ارسال دیگه موقع برای تیم حریف و این بار توپشون به بیرون میره. دیوید سیمن باید بازی رو شروع کنه. ضربه بلند دیوید سیمن. صاحب توپ شد تیم حریف. استیون جرارد. یا پاس عالی پشت دفاعی ما فرار لوئیس دیاز. موقعیت برای تیم حریف. یه ارسال به درون محوطه جریمه که به پشت دروازه خورد دیوید سیمن. ضربه بلندش در سر اولو تیم ما زد اما توپو حریف گرفت. دوباره ما تو صاحب توپشون. یه پاس اشتباه لوئیس دیاز. یه پاس پشت دفاع. موقعیت برای حریف. این رونی ضربش به تیر میخوره. بعدش به سیمن کاناوارو بزن بره. شانس هم آوردیم فعلا. 0-0 مساویه. چند تا موقعیت خیلی خوب رو داشته تیم حریف. داره کاملا ما رو تحت فشار میذاره تیم حریف. این ضربه بلند ریو فردیناند. حالا پاس لک شدیم دوباره اما پاس حریف اصلا جالب نبود. لیونل مسی. ضربه بلند لیونل مسی. ریو فردیناند جمعش کرد. رایکارد توپگیری نمی‌کنن بچه‌ها. بعد یکم بهتر بازی کنیم. بنازم سالیبا
توپگیری چه پاس بدی میده واقعا. بچه من یکی از مشکلام اینه که پاسام اصلا درست به مقصد نمیرسه. سالیبا پاسش رایکارد، وای بازم تو از دست دادیم. چه جایی هم از دست دادیم. رایکارد اشتباه. وین رونی یه توپگیری دیگه، یه پاس خوبه دیگه. اوپامکانو کامل جامون موقع برای حریفش. سالش عالی. دیوید سیمن یه شوت، حالا این شوت به بیرون رفت. بچه‌ها یکم شل گرفتیم که همدن حریف حمله کنه و بیاد و دروازه. البته که خیلی خوبم بازی نکردیم، یعنی نمیخوام از خودم اونقدر تعریف کنم، خوب بازی نکردیم. الحق یه پاس بنویسم. مسی میچرخه. مسی نه اصلا جالب نبود. دوباره چقدر خالیه آجی سمت وینگر چپشون. یه ارسال برای دروازه جمعش کردن بچه ها. رایکارد کوتاه کار میکنه با نیمار برای رونالدو برای مسی. اصلا پاس رونالدو خوب نبود. سالیبا جمع میکنه. رایکارد رونالدو مسی پاسش نمیرسه و سوت پایان نیمه اول اون خیلی واقعا حریفمون موقعیت بیشتر داشت نسبت به ما، ولی ما واقعا اونطوری که باید و شاید موقعیتی نداشتیم. شوت هم نزدیم اصلا و باید تو نیمه دوم کاملا هجومی تر بازی کنیم. کیا رو من دارم باتیستوتا رو بیاریم. واقعا باتیستوتا رو بیاریم ببینیم چی میشه. چون باتیستوتا یکم قدش فکر کنم کوتاه‌تر از رونالدو باشه و تو اسپید و شوت زنی خیلی بهتر از رونالدو نشون داده. رونالدو من شوت خوب میزنه ولی اون قدی که باید و شاید نمیتونه موقعیت بهش برسه. ولی احساس کنم با تیبیات روند بازی یه طوری تغییر میکنه. خب بریم سراغ بازی نیمه دوم. 0-0 نیمه اول. بریم ببینیم نیمه دوم چند میشه. باتیستوتا بازی رو آغاز میکنه. در نیمه دوم بوسکتس پاس برای لوئیس دیاز. یه دریبل خوشگل لوئیس دیاز فرارش. یه پاس برای سرجینیو. اولی موقعیت ما داریم. یه ارسال برای دروازه. موقعیت برای ما. توپ از این سمت رسیده به بازیکن تیم حریفی. اشتباه. توپی بازیکن ما. مسی اشتباه میکنن. فرار از این سمت. موقعیت برای تیم حریف. یه پاس عالی. فرار وین رونی. موقعیت برای تیم حریف. وین رونی دروازه ما رو باز کردن. پرت شد. دیوید سیمن بعد جای گل خورد. بعد موقعی گل خورد و حالا میریم برای کامبک. اینجا خیلی کارمون سختیه الان میشه با گلی که وین رونی به ما زد. یه دریبل عالی لوئیس دیاز فرارش. یه پاس برای سرجینیو موقعیت هست. میتونیم ارسال کنیم اینا یا زمینی یا هوایی که اصلا جالب نبود. رایکارد سر رو بزن. رایکارد کورنل بشه. بله کورنله و ببینیم از این کورنل میتونیم استفاده کنیم. بچه‌ها من کورنل رو اکثرا تیز و سرعتی میزنم. ببینیم این بار چی میشه دیگه. نیمار باید کورنل رو بزنه. نیمار کورنل عالیش رو سر رایکارد و کورنل نشد. پشمام. حریف باید کورنل بزنه. یه کم بیایم جلوتر ببینیم چی میشه. عالی توپگیری عالی موقعیت برای تیم ما. گارین ماگالایس جمعش کرد. یامال فرارش. کاناوارو تکیل هم کارساز اینا نیستن. قدری که خوب دارن بازی میکنن. فابیو کاناوارو لوئیس دیاز ثابت توپ شده. میتونیم به اینا گل بزنیم. باتیستوتا نه. فردیناند حالا اشتباه دارن میکنن. یه پاس عالی. فرار نکنه حاجی. سرجینیو پاسش اصلا جو پاسامون خیلی افتضاحه. یه کاری کنیم حاجی. یه کامبکی باید بزنیم. واقعا میخوایم حاجی حداقل مساوی. ولی باخت نه. موقعیت برای تیم حریف. یه ارسال به درون دروازه. موقعیت هست و نیمار دورش کرد. حالا موقعیت برای ما تو میانه میدان. توپ عالی. مسی فرار کرده باتی پاسو میداد مسی. سوتسر پدری ساتوش پدری موقعیت برای شوت زنی. پدری هم هست و ضربش به تیر دروازه خورد. خوب زد ضربه رو پدری. انصافا لوئیس دیاز. سرجیو بوسکت نتونست توپگیری کنه. لوئیس دیاز فکر کنم هست توپگیری کرده. فرار دیاز واسه برای این سم. نیمار میچرخه بازی رو داره. اون سم لوئیس دیاز فرار کرده. لوئیس دیاز توپگیری عالی. لوئیس دیاز یا پاس داخل محوطه. یک کات بک گل.
گل اول رو میزنیم ما به این تیم حریفمون که خیلی انقدر بود. خره بهش گل زدیم ماجی تو این بازی نفسگیر. بریم ببینیم میتونیم یه بار دیگه یه موقعیت دیگه. حالا باتی فرارش خوبه، موقعیت برای تیم ما. باتی بزن کامبک رو تموم میکنه. باتی کامبک رو زدیم به حریفمون و حالا 2-1 ما جلو میافتیم از منچستر یونایتد تیم حریف. اشتباه میانه میدان از استیون جرارد، یه پلم قبلنشین کردیم به وسط. حالا مسی یه پاس خوبه دیگه از همه رد شد. این سومیش میتونه باشه که هست. 3-1 چه کامبک طوفانی زدیم بچه‌ها، پشما. تا 10 دقیقه پیش 1 چقدر بودیم، الان 3-1 جلوییم و این خیلی خوبه. چقدر عجیب بود کامبکی که زدیم واقعا. تو حدود 15 دقیقه تونستیم به حریفمون 3 گل بزنیم و کامبک کنیم با وجود لگ بسیار زیاد ما که نتمون الان اصلا خوب نیست. با اینکه دوانتریم. سرجینیو کاناوارو سر بلندش میانه میدان جمع میکنن. لامین یامال یه پاس عالی موقع برای حریف هست و دیوید سیمن تو اختیار میگیره. آفساید شده و ما باید بازی رو دوباره شروع کنیم. حریفم استوب زد، لفت میده یا نه؟ بله لفت داد حریفمون و ما اینجا پیروز این بازی حساس میشیم. 3-0. اینم تست دیوید سیمن. برای ویدیوهای بیشتر لایک و سابسکرایب بچه‌ها فراموشتون نشه. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشین. حتما ویدیوهای دیگه بیشتر در مورد هر چیزی میذاریم. پک اوپنینگ، تست بازیکن و کلی چیز دیگه رو میذاریم. ممنون که با من بودین. فعلا خدافظ.